آقای فتحی روشن نمیخواین چیزی بگین؟ هنوز چیزی یادتون نمیاد آقای فتحی روشن؟ آقای فتحی روشن بگو چی شد آقا؟ آقای فتحی روشن، این آخرین جلسه بازپرسی شما قبل از دادگاهه. تا امروز به جز چند تا عدد بی‌مفهوم و یه سری اطلاعات درهم چیز دیگه‌ای به ما نگفتی. تو رو توی یه جاده با یه جنازه پیدا کردن. اگه ثابت نشه ماشین بهتون زده توی دردسر میفتی. بازم نمیخوای حرفی بزنی؟ یعنی تا قبل از جلسه دادگاه هیچی نمیخوای بگی؟ من 20 دقیقه وقت میخوام. چی؟ 20 دقیقه تنها بذارید. باشه، 20 دقیقه شما از همین الان شروع شد. شما چطوری اومدید تو ذهن من؟ کمکم میکنید؟ کمکم میکنید؟ کمکم میکنید؟ من کنار جاده بودم. یه نفر دیگه هم با هم بود. یه ماشین اومد زد به ما. ظاهرا من بیهوش شدم و اون آدم فوت کرده. من پلاک ماشین رو دیدم با چشمام، ولی احتمالاً به خاطر بیهوشیم همه چی یادم رفته. حتی یادم نیست کجا داشتم میرفتم. چقدر چهرهاتون قابل اعتماده. میتونم ازتون کمک بخوام؟ من از شماره پلاک یه چیزای گنگی یادمه. خیلی گنگ. در حد این حروف و اعداد درهم. اما همین حروف و اعداد درهم آقا سند مهم زندگی منه. میتونید یه تیکه از گوشه این بکنید؟ بله. این رو گفتم بکنن برای اینکه هیچ کس دیگه نمیتونه این سند رو عوض بکنه. هر کی عوض بکنه دیگه با اون تیکه دست شما مطابقت نداره. درسته؟ بفرم. لطفا مواظب باشید کسی به این دست نزنه. سلام. به حال شما؟ شما هم کمکم میکنید؟ بله؟ من هیچ کدومتون رو نمیشناسم. همتون مثل اعداد توی ذهن من هستید. شما یه عدد، شما یه عدد، شما یه عدد، شما یه عدد. یه عدد از توی این بردارید لطفا. خودتون بردارید. از توی این ولی انتخاب کنید. خودتون کمک کن. خودتون یه عدد انتخاب کنید. بلند بگید فقط. میخواه از 1 بگو. 600 کسایی که اینجا هستن. 307. 300 کمکم میکنید؟ یه عدد لطفا از تو این بردارید. خواهش میکنم ازتون. نونالی چه شاکیه. هیچ جوری دیگه نمیخواد. سب کن. برداشتید؟ میخونید عدد رو لطفا؟ 307 و 335 لطفاً بیایید روی صحنه. 305 307 و 335 درسته؟ لطفاً تشریف بیایید روی صحنه هر دو نفر. کیایین؟ بیا. نفر بعدی؟ بفرمایید. نیستن توی سال شمایی؟ بیاین. نکنه همه اعدادی که اینجا هستن 307 و 335 هن. میتونید ببینید اینا رو؟ نکنه اعداد ذهن من یکی باشه.
شما تشریف ببرید روی اون 2 تا صندلی بشینید. من 20 دقیقه وقت دارم، فقط 20 دقیقه. میتونم از شما و شما خواهش کنم که گوشیاتون رو بذارید روی میز؟ بفهم. گوشی شما همراهتونه؟ دست خودتون میمونه. لطفاً اگر شما دم دست کرونومتر گوشیتون رو بیارید لطفاً. شما هم همینطور. بله. کرونومتر. من میترسم زمان رو از دست بدم، چون هیچی یادم نمیمونه. فقط باید تو 20 دقیقه همه کارم رو انجام بدم. بفهم. همزمان با هم دیگه لطفاً کرونومترها رو بزنید. بریم. بفرمایید. 3 2 1. اشکال نشد. نداره. یه بار دیگه. یه بار دیگه با کمی تأخیر خورد. من میتونم گوشی شما رو روی صحنه بله بفهم. من چه ساعتی تصادف کردم؟ 8 و 22 دقیقه. 8 و 22 دقیقه؟ چرا اصلا یادم نیست هیچی. تو همجوری گفتی؟ شما 2 نفر اومدید که کمک من بکنید. من تصادف کردم و همه چی یادم رفته، اما اطلاعات توی ذهنم هست. انقدرم قدرت دارم که شما رو ببرم توی ذهن خودم و اطلاعات درست رو بتونید پیدا کنید. دسترسی من به اطلاعات قطع شده. میترسم حرفایی که میزنن یادم بره. میتونم صداشون رو ضبط کنم؟ خانوادگی اون نگاه نکن. بیارم براتون. نه پیدا شد. پیدا شد. 1. آماده اید؟ آماده اید؟ من کجا داشتم میرفتم؟ از کل پلاک این اعداد یادمه. همون چیزایی که تو اون سند هم بود. این مال شما؟ این هم مال من. این مال شما؟ این هم مال من. لطفاً بیایید پشت سر من و پشت به تماشاچی بایستید. پشت به تماشاچی باشید و پشت سر من، طوری که نبینن شما چی رو دارید انتخاب میکنید. حالا به حرف من گوش کنید. شما وارد ذهن من شدید. در واقع این تابلو جلوی شما ذهن منه و دارید ذهن منو کنکاش میکنید. هر موقع گفتم دورش خط بکشیم، دور اون چیزی که من گفتم رو خط میکشیم، نه اون چیزی که من گفتم، اون گزینه‌ای که من دارم به شما میگم رو. 2 تا عدد 2 رقمی داریم. 2 تا عدد 2 رقمی داریم. دور یکیش خط میکشیم با هم دیگه. 1 2 3. پلاک ها تشکیل شده از یه عدد 2 رقمی، 1 حرف و یه عدد 3 رقمی. باید بریم سراغ حرف. تابلو رو بگیر روبروت و به تابلو خیره شو. خیره شو. خیره شو. باید یکی از حروف الفبا رو انتخاب کنیم. بلافاصله خط میکشیم. حروف الفبا مثل الف، ب، پ، ت، س، دور یک از حروف با هم دیگه خط میکشیم. و اما عدد 3 رقمی آخر. 1 2 3 میگم، دور عدد 3 رقمی آخر با هم دیگه خط میکشیم. 1 2 3. تابلو رو بچسبونید به خودتون طوری که لباستون کثیف نشه. برگردید سر جاتون. بشینید لطفاً. من چشمام رو میبندم و با 1 2 3 تابلومون رو برمیگردونیم. از صدای تشویق شما متوجه میشم که این ارتباط برقرار شده یا نه. ضمیر ناخودآگاهمون تونسته حقیقت رو کشف بکنه و پلاک رو کشف بکنه یا نه. آماده اید؟ 1 2 3. من کجا داشتم میرفتم؟ چرا هیچی یادم نمیاد؟ من حتما سرم زمین خورده موقعی که تصادف کردم. پشت به این دوستمون بشینید لطفاً. همینو بچرخونید. بله به پشت. چشماتون رو ببندید. میخوایم بریم به روز تصادف. آماده ای؟ یک بخشی از سر من زمین خورده. خوب دقت کنید. تصور کنید من رو در لحظه تصادف که زمین خوردم و یک قسمتی از سرم زمین خورده. حالا انگشت اشارتون رو بیارید بالا و بذارید روی همون نقطه از سر خودتون که سر من زمین خورده بود. ممنون. ولی باز هیچی یادم نمیاد. شما میتونید برید. اما
ما کجا داشتیم میرفتیم؟ چیزایی که یادمه ایناست: رشت، تهران، شیراز یا بندرعباس. این روبرو بیستید، روبروی من. یکی از اینا رو انتخاب کنید بدون اینکه بلند بگید یا بهش نگاه کنید. آماده ای؟ بدون اینکه نگاهتون بهش بیفته یا با دست نشونش بدید. یکی رو توی ذهنتون انتخاب کنید. انتخاب کردید؟ روبروی من بیستید. خوب گوش کن. ما دیگه وقت نداریم. تو باید بری به روزی که من رو آوردن اینجا. این لطف رو من بکن. هم پلاک رو میدونی، هم مقصد رو. چشماتو میبندی، میری به روزی که من آوردن اینجا. احتمالاً با لباس دیگری هم تازه رسیدم، تنها هستم و هیچ کسی اینجا نیست. آروم به من نزدیک میشی توی ذهنت و در گوش من شماره پلاک و مقصد رو میگی. خب بعد از این چشمات رو باز میکنی. آماده ای؟ چشماتو ببند. میری به روزی که من آوردن اینجا. من رو پشت همین میز میبینی، شماره پلاک و مقصد رو به میگی. اگر همه این کار رو انجام دادی یکی از دستاتو بیار بالا. حالا برمیگردی به همین امروز، با صدای دست من چشماتو باز میکنی. ممنون. ممنون. و اما برای اینکه مطمئن بشیم که تو این کار کردی، دستت هم میتونی بزنی. بهتره برگردیم همگی با همدیگه به اون روزی که من رو آوردن اینجا. آماده ای شما؟ آماده؟ بریم عقب‌تر لطفاً. عقب‌تر، عقب‌تر، عقب‌تر که جلوی تصویر باز بشه. عقب‌تر، عقب‌تر. با همدیگه ببینیم روزی رو که من اومدم اینجا. ممنونم ازت. خیلی لطف کردی. شاید یه ذره تعجب کنی الان شما هم یه ذره گیج شده باشید که چه اتفاقی افتاده. تو به اون روز برنگشتی. تو اومدی به فردا. حافظه من برگشته سر جاش. و توی دادگاه هم خیلی کمکم کردی. هم مقصدی که بهم گفتی و هم شماره پلاک. دیدید که شماره پلاک رو نوشتم. درسته؟ میخوای با هم ببینیم که شماره پلاک نوشته شده یا نه؟ بردارید لطفاً لیوان رو. هر شماره پلاک این توه؟ باید ببینیم هست یا نه. من که نوشتم. 461 جیم 12. در واقع 12 جیم 4. بله. به دوربینا هم میتونید نشون بدید. ببخشید من موقع اسمتون رو فراموش کرده بودم. من فکر کنم تیکه کاغذ رو به شما دادم، درسته؟ میتونید باهاش مطابقت بدین که اون کاغذ عوض نشده باشه. بالا هم اگر بگیرید دوربینا ببینن عالیه. سید کاغذ شما همینه؟ بله. همین بود، درسته؟ ممنون. و اما شما مقصد رو هم انتخاب کرده بودی، درسته؟ خب بیستید اینجا. پشت به تماشاچیا. الان ازت میخوام که اون مقصدی رو که انتخاب کردی برداری، بگیری بچسبونی به سینه‌ات مثل من. خب شما بردار اون رو بچسبون به سینه‌ات. خب بعد بیا کنار من بیست. حالا اون رو کن. ممنون ازت. من با کمک شما و اون یکی دوستمون که اومدن تونستم رأی مثبت دادگاه رو بگیرم. امیدوارم که رأی مثبت داورا رو هم بتونم بگیرم. بفرمایید.